درآمد هستش، یک سواد اقتصادی هست که جزء حداقلیاست زمانی که سرمایه ما از حد تورم کمتره. یعنی چی؟ یعنی اینکه من دارم یک جا کار میکنم در طول سال که افزایش حقوق 90% ندارم، افزایش حقوق 60%، 70% ندارم، با توجه به تورمی که هست. همون دیالوگی که میگن که شب تو میخوابی صبح بیدار میشی، درآمدت نصف شده، سرمایه‌ت نصف شده، ولی خود متوجه نیستی. قبلا 20 تومن حقوق میگرفتی، دلار بوده 30,000 تومان، الان هم 20 تومن حقوق میگیری، دلار شده 60,000 تومان. خب عملاً درآمد ما نصف شده ولی به چشم ما نمیاد دیگه. توی اینجا نکته مهمی که وجود داره، رویکرد مهمی که باید داشته باشیم اینه که چه سرمایه‌هایی چه درآمدهایی مدل تورم رو عوض میکنه. اگه همینجوری دنبال تورم بری، دنبال این بری که من همینجوری کارامو انجام میدم، خب درآمد دارم جمع میکنم، پول دارم جمع میکنم دیگه، 100% شکست میخوری. بعد 5 سال 10 سال به هیچ جا نمیرسی، چون تورم سرعتش از درآمد تو بیشتر بوده. تو داشتی کار میکردی ولی سرعت تورم بیشتر بوده. توی اینجا توی این موضوعات خروجی‌هات که با تورم هست رو باید با ورودی هایی که از تورم جلو افتاده جبران کنی. یعنی من میخوام سرمایه گذاری کنم، درآمد جمع کنم. مثلا داری تو یه جا پول رهن و اجاره خونه میدی، خب مثلا نمیدونم 20 میلیون داری پول اجاره میدی، خب این با تورم جابجا میشه دیگه. تو باید هدف اصلیت این باشه که مثلا یک ملکی داشته باشی، یعنی این مسیر زندگیت باشه که یک ملکی داشته باشی، همه تمرکزت رو بذاری ملک رو بخری که رهن بگیری، ازش اجاره بگیری. این اگر با تورم میره بالا، اجاره شما هم با تورم بره بالا. گرفتی؟ مدل درآمدت نباید تومانی باشه، خطی باشه، بدون تورم بدون رشد باشه. اگه تورم روی مخارجت داره تاثیر میذاره، روی سرمایه‌ت هم باید تاثیر بذاره. این نوع انتخاب این گونه مهمه. مثلا موتور، خیلی از موتورهایی که ما سرمایه گذاری میکنیم میخریم، موتور از جنسی نیست که با تورم بره بالا، ولی الان در لحظه اکنون این به زمان ربط داره. ماشین این گونه هست، ماشین با تورم میره بالا در کشور ما، حالا متاسفانه یا خوشبختانه. ولی نکته دیگه هم دوباره داره، ماشین جزء هزینه هاست، هزینه های سالیانه داره، خیلی سرمایه طور نیست. ولی اگه تو مثلا درآمدتو برداری بری باهاش سکه بخری، طلا بخری، این یه رشدی متناسب با ورودیت داره. میخوام بگم که الان راهکار ندارم چی بخریم چی نخریم، چیکار کنیم چیکار نکنیم. فقط به این مسئله فکر کنیم که اگر هزینه های من با تورم داره افزایش پیدا میکنه، فکر نکنم الان درآمدم 50 میلیون 100 میلیون خیلی وضعم خوبه. زمانی تو وضعت خوبه که با این رشد تورم ورودیت هم داره میره بالا. اگه ورودیت نمیره بالا، تو 1 سال حقوقت خوبه، 6 ماه حقوقت خوبه، همین دلاره یه جامپ بزنه دیگه حقوقت چیز خوبی نیست. این یه نکته مهم و طلایی.